بفهمی مامان تو خونه ما یه بچه ختنه شده است، زندگیمون نجس شده، این تا کی با روش باز باشه هوا بخوره. این اصلی پشه روش نشسته است، رفتم پشه را پس بزنم همون موقع شاشش گرفته است مامان. خاک برسره خارسون بچه ما برداشت است برد است ختنه کرد است اوورد است، خدا برکت انقدر دستش صبح بود است بیبی انگار لوله ترجیده است. نگاه کن معلوم نیست این دم و دوله شاد چیده است یا چه لونده است، انقدر فشارش زیاد شده است. برادر زنم هم همینطور است، 2 سال ازدواج کرده است، الان 3 تا بچه آورده است. میگه تارگت رو 10 تا گذاشته است، انقدر این دستش ثبات بوده است. اون وقت من دادی دستی بابا برده است پیش عباس آقا چپ دست ختنه کرده است. 30 سال ذهنی منو درگیر کرده است. این عباس آقا چپ دستی راستش چه گوی میخورده است که تو مراسمی ختنه دخیلش نکرده. این دست به کجا بند بوده است؟ همه جوره چیده است. مگه نباید با یه دستش میکشیده است بعد میچیده است؟ این همه جوره توی چیا لاشته است چیده است. خدا شاهد است مستراب میرم اگه هدف اینجا بوده است پشت پا ما هدف گرفته است. مامان اوریب چیده خدا بود دور عباس آقا چپ دست انقدر دستش سنگین بوده است. مامان عباس آقا چپ دست میده